ارکیده هم گل قشنگیه ها. اینو یا مثلا اینو. یه ارکیده رو ناخونمون نشه. سخته ها ولی چیز خوشگلی میشه. قرار نیست یه طراحی ساده باشه روی ناخون، قراره یه چیز سه‌بعدی طور باشه. باید تو اینترنت بگردم ببینم الگویی پیدا میکنم یا نه، چون من گل طبیعی ارکیده که ندارم، مصنوعیش هم که ندارم. یا باید بگردم پیدا کنم یا فقط خدا میدونه. اما خب بالاخره یه الگویی درست میکنم دیگه. حتما الگوشو داخل چنل تلگرامم میذارم، شما میتونید ازش استفاده کنین. بریم ببینیم چی عذاب در میاد. اول از همه تیپای طراحیمو روی پایه میچسبونم. حالا یا با چسب دو طرفه یا چسب خمیری. دقت کنید تیپاتون کج نباشه که لاک شره کنه و کارو زشت کنه. برای بیس یه رنگ شیری انتخاب کردم. این لایه اول و اینم لایه دومم. میخوام از ایربراش استفاده کنم. چند قطره لاک رو توی گوده شیشه میریزم و 4 پاف استون داخلش اسپری میکنم و بعد با قلمم همش میزنم تا رنگ و استون یک نواخت بشه و هیچ ناخالصی نمونه. حالا میام توی مخزن ایربراشم رنگم رو خالی میکنم. یه پد کلینزر رو برش میدم و میذارمش زیر تیپم تا موقع آمبر کردن کثیفکاری نشه. یکم از رنگم رو روی پد کلینزرم تست میکنم تا پیگمنتش رو چک کنم. بعد میام روی پالتم اجراش میکنم. بعد از زدن لایه اولت بذار دستگاه خشک بشه و بعد لایه دوم اجرا کن. انقدر این کار رو ادامه بده تا پیگمنت دلخواهت رو به دست بیاری. برای به دست آوردن فاصله درست چند بار که روی پد کلینزر تمرین کنی، دستگاه عقب جلو کنی، متوجه میشی که چه فاصله‌ای به چه پیگمنتی رو میده. اینجا از رنگ آبی به عنوان رنگ دوم استفاده کردم. درست کردن رنگش هم شبیه همون صورتیه. چند قطره لاک با چند پاف استون مخلوط کردم، رنگو یک دست کردم بدون هیچ ناخالصی، بعد ریختمش توی ایربراشم. اینجا سعی کردم ایربراشم توی تصویر باشه و اگه دقت کنیم به سمت بالا و پایین دارم حرکت میدم که یه آمبره عمود داشته باشم. توی این مرحله با رنگ مشکی میام چند تا نقطه کوچیک روی سطح کارم ایجاد میکنم. چون نقطه های خیلی ریزی میخواستم به جای قلم داتینگ از پوشه چوبی استفاده کردم. این شات رو توی گوشیم سرچ میکنم و برنامهش رو باز میکنم. میرم توی قسمت عکس‌ها و الگومو انتخاب میکنم. توی برنامه این شات شما خیلی راحت میتونین الگوتون رو خیلی کوچیک یا خیلی بزرگ کنین. حالا شما اگه هر برنامه دیگه‌ای دارین که این قابلیت رو داره میتونین ازش استفاده کنین. این الگو رو توی چنل تلگرامم گذاشتم. این QR کد رو اسکن کنین و عضو چنلم شید. بعد از اینکه سایز ناخنم متوجه شدم میام از اسمایل پیپر استفاده میکنم. اگه شما اسمایل پیپر ندارید میتونین از سلفون یا کیسه فریزر استفاده. دیگه قطعا این دوتا قلم رو توی خونتون دارین. برای کشیدن الگو از پینت ژل سفید استفاده میکنم چون غلظت بالایی داره و از روی اسمایل پیپر هم سر نمیخوره و جمع نمیشه. از لاک ژل استفاده کردم اما متاسفانه از روی اسمایل پیپر هم سر میخورد و جمع میشد و هی مجبور بودم مرزا رو دوباره و 3 باره بکشم. واسه همین از پینت ژل استفاده کردم که سنگین‌تر و دیگه جمع نمیشه. پر کردن الگو هم که دیگه نکته خاصی نداره، فقط پرش کنین. به کج و کولگی زیاد دقت نکنین. من چون داشتم ویدیو میگرفتم تسلط کافی روش نداشتم.
بعد از اتمام طراحی به مدت 120 ثانیه میذارمش توی یووی. 60 ثانیه یک سمت و 60 ثانیه سمت بعدی. این از طرح نهایی. میریم سراغ رنگ کردنش. قراره با 2 رنگ آمبر انجامش بدم. لایه بالایی آبی و وسط صورتی قراره بخوره. این کار رو با ایربراش هم انجام میدم. رنگ صورتیم اینجا زیاد مشخص نیست، یکم جلوتر مشخص میشه. این حالت آمبره‌ای که دارم با صورتی میزنم و برای آبی هم میتونین انجام بدین، جالب میشه. منتها من چون حوصله این حالت رو ندارم و یکم طولانی میشه انجامش ندادم و صورتی رو به این دلیل انجام دادم که شما ببینید، وگرنه با ایربراش هم میتونستم این حرکت رو بزنم. هم میتونین با ایربراش آمبر بزنین، هم با قلم. رنگ صورتی تو بذار وسط و به سمت پایین فیدش کن. اگر فیدی نشد که دوست داری، قلمتو با بیس بیرنگ تمیز کن و مرزش رو فید کن. هر بار مرزت رو که خواستی فید کنی، قلمتو با بیس تمیز میکنی و میای مرزتو فید میکنی، به همین راحتی. یا اگه خواستی رنگ صورتیت پررنگ تر بشه، یکم صورتی رو توی مرکز کارت میذاری و دوباره همون کار رو تکرار میکنی. این آمبر تک مرحله‌ایه. چون ما فضای کوچیکی رو داریم آمبر میزنیم، با 1 مرحله کارمون را میفته. حتی تو میتونی چند مرحله‌ای هم اجراش کنی. بعد از اولین آمبرت بذاری دستگاه خشک بشه و بعد مرحله دوم آمبرت رو اجرا کنی. میذارم دستگاه خشک بشه. با پد و کلینزر نوچی کارم رو میگیرم، از اسمال پیپرم طرحم رو جدا میکنم، به 2 سمت کارم تاپ کات میزنم. با قیچی طرحم رو برش میدم. یه قطره بیس میذارم قسمتی که میخوام گلمو بچسبونم. اولین قسمتی که باید کار بشه گل سپرمه. میذارمش روی ناخن، مرتبش میکنم و بعد با یووی چراغ قوه‌ای خشکش میکنم. بعد از اینکه گلم خشک شد، با همون بیس میام پشت گل پرمو از بیس پر میکنم تا گلم نخوابه و یکم رو به بالا ایستادگی داشته باشه و بعد دوباره با یووی چراغ قوه‌ای خشکش میکنم. از یووی چراغ قوه‌ای فقط برای ایست موقت استفاده میکنیم. بعد از اینکه کارمون تمام شد، میذاریم توی دستگاه به مدت 60 ثانیه پشت و روش میکنیم، یعنی توی دستگاه میچرخونیمش، نمیذاریمش روی زمین، اونجوری خشک نمیشه زیرش. همین حالتی که یووی چراغ قوه‌ای رو میگیریم، به همین حالت میذاریمش توی دستگاه و میچرخونیم که همه جای گلبرگمون خشک بشه. و دوباره همین مراحل رو برای بقیه گلبرگ‌ها انجام میدم.
بعد از چسبوندن آخرین گلبرگم کل کارمو تاپ میزنم، حتی اون گلبرگا رو، با اینکه قبلا تاپ زدم اما دوباره این کار رو تکرار میکنم. اینجوری باعث میشه گلبرگام شل و وارفته نباشن و یکم سفت‌تر باشن. چون خیلی به شبنم سازی علاقه دارم و نمیخوام پالتم انقدر ساده بمونه، بعد از زدن تاپ کتم با همون تاپ روی پالتم شبنم اجرا میکنم. این سلیقه‌ایه، اگه دوست داشتین میتونین اضافهش کنین. میره دستگاه و خشک میشه. امیدوارم از کارتون لذت برده باشین. اینم نتیجه کارت. تا-دا! مرسی که تا اینجای ویدیو همراهم بودی. امیدوارم که حسابی از این ویدیو لذت برده باشی. اگر از این مدل آموزش ها خوشت میاد حتما توی کامنت ها بهم بگو. نظر، انتقاد، پیشنهاد، هر چیزی که داری حتما توی کامنت ها بهم بگو و قطعا اونا رو گوش میدم. خیلی دوست دارم. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.